نمونه های دیگری از شاپسنگ رو ببینیم. شاپسنگ چکشی اندازه 24 صدم گرم، $325. این نمونه فروخته شده. 43 گرم گذاشتن برای فروش. شاپسنگ تیگلیت 1 گرم $315 سال 2021. آبریت آکوندریت سال 2021 یافت شده، مراکش. 1 گرم $315 برای فروش شده. و توضیحاتی که اینجا گذاشته: تیگلیت نامی است که به سقوط شاهدی که در حدود ساعت 8:30 بعد از ظهر در 9 دسامبر 2021 بر فراز روستاهای تیگلیت و اوی تیگلیت در جنوب غربی مراکش روی داده شده نامگذاری شده، که از زمان سقوط تا الان 2.2 کیلوگرم از این نمونه یافت و جمع آوری شده. اینجا هم نمونه هایی که مرتبط با این نمونه شاپسنگ هستن برای فروش گذاشتن. شاپسنگ آبریت یا آبریت 52 صدم گرم، $69. و اینجا 1 گرم رو گذاشتن $335. اینجا 1 گرم گذاشته $225. چون از این نمونه 2 کیلو یافت شده تا الان، ارزش بالایی داره و به قطعات کوچکتر تقسیم کردن و برای فروش گذاشتن. هم بریم یه نمونه دیگه از شاپسنگ آهنی رو ببینیم. به تصاویر عزیزان دقت کنن که بتونن راحت شاپسنگ ها رو تو طبیعت تشخیص بدن. تصویر این شاپسنگ رو ببینین. این البته برش خورده و صیقل داده شده درون یک شاپسنگ آهنی توی روسیه یافت شده. وزن 104 گرم، برش 2.1 در 1.81.